یعنی این شکلی میشه گل من. خانم آقایان، این شما و این هم گل من. سروش جمشیدی عزیز رو تشویق میکنیم بیاد داخل استودیو. آقا خیلی مخلص. ارادت. قربونت برم. احوال چطوره؟ قربونت شما برم. خیلی ممنون از دعوتتون. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی لطف کردی سروش جان. صندلی که داغ نیست. نمیدونم ببین. نه الان که خوبه. من نه برنامه صبحمون صندلی با انرژی خیلی داغ. آها خب خدا رو شکر. آخه 2 هفته است که صادقانه بگم لطف میکنم دوستان زنگ میزنن برنامه. بعد خب من که شهرستان سر کار بودم افتخار نداشتم، یعنی کم سعادت بودیم. خواهش می‌کنم، من کم سعادت بودم، ولی چیزی که هست واقعیت از 2 هفته پیش همینجور استرس گرفتم. استرس چی؟ استرس این که باید بیام برنامه آقای رشیدپور. که میای چی میپرسم ها؟ آره دیگه از بعد برنامه‌ها. نه این برنامه حالا خورشید رو سعی می‌کنیم که کار به خون و خون ریزی نرسه دیگه. آهان یه ذره ملایم‌تر. یه ذره ملایم‌تر. خدا رو شکر. چه خبر؟ سلام. میخوای با مردم سلام علیک بکنی؟ آره حتما خیلی ممنون. سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. این تنها آرزوی من همیشه برای همه، برای خودم اول، برای خانواده‌ام، برای همه دور و بریام، برای همه مردم. بعد یعنی چی حال دلتون خوب باشه؟ من فکر میکنم که اگه سلامتی باشه حال دلمون خوبه. اگه پول داشته باشیم جیبمون پرپول باشه حال دلمون خوبه. آره اگه کار داشته باشیم حال دلمون خوبه. به هر حال همه اون، یعنی وقتی میگم حال دلمون خوب باشه امیدوارم که یعنی همه اینها باشه که حال دلمون خوب باشه. اگرم بعضیاش نیست اشکال نداره، مهم اینه که حال دلمون خوب باشه. ممکنه یعنی بعضیا با سلامتی حالشون خوبه. آره الان می‌خواستم بگم تو به حال جیب رو به حال دل یه ارتباط کوچولو وسط دادی. بی ربط نیست، ولی دلیل نمیشه که حتما با جیب اون پرپول باشه که حالمون خوب باشه. آفرین. ناصر جان صدای اون بلندگو یه ذره کم می‌کنی، بیز داره میکنه، من رو اعصابم قدم میزنه. آها خوب شد الان. خیلی خوبه. سروش خودت بستری بودی، میدونم که خیلی توضیح دادی ولی خوبه که از همینجا شروع کنم. چی بود مشکل؟ من یهو عفونت ریه پیدا کردم. عفونت ریه؟ آره عفونت شدید ریه. الانم همش استرس اینو دارم که یهو به سرفه نیفتم. چرا مگه سیگار میکشی؟ نه. و چجوری عفونت ریه از والا هر چی بررسی کردم به نتیجه نرسیدن. بعد گفتن یهو اومده یه حالی بده به سروش بره. نه دیگه تهش گفتن که به خاطر استرس های شدید عصبی ضعیف شده بدنت، زده به ریت و عفونی شده. بدن نتونسته دووم. آره اینجوری گفتم. من حالا ارتباطش رو هنوز هم بعد از 2 ماه نفهمیدم. خیلی هم بهش فکر کردم. جالبه وقتی اهل دخانیات و اینا نیستی. آره عفونت ریه. آره حتی آلودگی تهران به اندازه 6 بوکس سیگار در روز بله هست. کمک میکنه. ولی چیزی که هست اینه که میگم یهو شد، خیلی هم حاد بود. حتی من سر برنامه دوره همی بودم، سر ضبط دوره همی بودیم و همونجا بود که اینقدر سرفه کردم که بیهوش شدم. آره سرفه‌های درون هست. این تاثیر نگاه‌های مهران مدیری بوده سرفه ها. اون بالا نگاه میکنه. شاید هم نفرین هم کرده. آره شاید هم مدیری نفرین هم کرده. ولی چیزی که هست اینه که من عاشق این مدیری گفتنم. مدیری خیلی خوبه این مدیری گفتن. مرسی. چیزی که هست اینه که آره یهو اونجوری شد و بعد دیگه همون سر برنامه بودیم که اتفاقا اون روزم برنامه رو ضبط نکردیم به خاطر اینکه دقیقاً قبل از اینکه ما بریم برای ضبط این اتفاق افتاد و بچه‌ها منو بلافاصله بردن دکتر متخصص و بلافاصله بستریم کردن. یه 8 روزم بیمارستان بودم و انالم هنوز تحت انار رو دیدم. آره الان قاطی شد انالم. بیا یه انال هم انالم الانم خیلی استرس دارم وقتی که توی کارم، مخصوصا حالا من 2 هفته محلات بودم، آب و هوای خوب، ولی هنوزم اونجا وقتی که فشار می‌آوردم به خودم یه مقدار علاوه دیالوگ گفتن اینها به مشکل می‌خورم. اینه که خدا کنه که خوب شم. ان شاءالله که آره همینطوره. الان انقدر اگر سیگاری نباشی انقدر ریه درمان‌های خوب داره، برای سیگاری ها میگن خیلی شک می‌پرسی. نه تو اصلا انقدر ماشاءالله رنگ این لباس صورتیه که نشون میده سیگاری نیستی. سروش اصالتا یزدی هستی؟ اصالتا بله یزدی. خود یزدی یا اطراف؟ اطراف یزد. یک روستایی هست نزدیک میبود.
ما اجدادیمون مال اونجا هستن. بله. چی اسم روستا؟ مزرعه کلانتر. مزرعه کلانتر. بله. آخه یکی دو تا اتفاقا فیلم هم اونجا کار شده. اونجا تقریبا یکی از اولین کارهای آقای فرهادی اونجا کار شد. کدوم کار؟ یادم نیست اسمش، الان همین دارم فکر میکنم. تولیدش هم آقای پیمان جعفری عزیز بودن. پیمان جعفری. خب ولی اسمو یادم نیست. چرا ویژگی خاصی داره مزرعه کلانتر که میرن فیلم میسازن؟ ویژگی یه بافت سنتی خیلی خاصی داره که اتفاقا الان یه چند سالی هست که زیر نظر میراث فرهنگی رفته. آره یه بافت سنتی خاصی داره و اون کویر یعنی بکره تقریبا اینجوری بگم، یه 5 کیلومتر از خود جاده اصلیه که میرن به سمت یزد فاصله داره و یه جای خیلی گردشگر و اینا میاد ببینن. میان بله میان. یه آب انباری داره که قدیمیه خیلی و کلا یه فضای بکر خوبی داره که بعضی از کارها خیلی جون میده اونجا. آره دیگه تصویر جذابی میده. در همین رابطه نظرت راجع مهران مدیری چیه؟ این سوالشون دقیقاً واضحه دیگه، میگم نظرت نه آخه ربطی نداشت. من دارم مثل قضیه ریه و عفونت ریه و استرس‌های عصبی که هنوز نفهمیدم فکر کنم اصلا هنر حال خورشیدی که این بی ربطا رو به هم ربط بده. من آمادگیشو داشته باشم منم خب سعی میکنم که درست جواب مربوط بدی. میدونی چرا پرسیدم؟ حالا ربطشو بهت بگم. داشتم میخوندم در مورد تو که 15 سال کار تئاتر کردی، تئاترهای مختلف صحنه‌ای. بعد فکر میکنم خودت هم قبول کنی که اوج درخششت در کار مهرانه. 100%. از این زاویه پرسیدم که الان نظرت نسبت به مهران چیه؟ والا من فکر میکنم تنها چیزی که یعنی بارها هم گفتم اینو و میگم فکر میکنم که جواب همه حرفا باشه، این که من بعد از خدا تا پایان عمر کاری مدیون به اعتماد کرد به. آره تو این سالها خب الان بوکس کردی؟ من؟ آره. نه من قیافم اینجوری. راست میگی، باید میدونستن که خنده معلوم نیست. این زاویه چند درجه بود گفتی خطای چشمم بسازه؟ اینو بداهت سروش یا نوشته شده است؟ مثلا این تیکه های کوچولی که بیس ما که متنه. خب و اکثر شوخی ها و چیزهایی که نوشته میشه متن، مخصوصا زمانی که خب یه سری چیزا فیکس شد لحاظ کاری، حالا جنس بازی، اون ارتباط هایی که حالا با خود آقای مدیری و بچه‌ها داشتم و اون تیکه کلام ها دیگه بچهای نویسنده سعی می‌کردن که بر اون منوال بنویسن. یه سری چیزاش بداهه هست که اون بداهه هم فیکس میشه، یعنی ما توی تمرین چون قبل از ضبط ما یکی دو دور تمرین می‌کنیم، حالا غیر از اون دورخونی و اون جریان‌های خودمون یکی دو دور هم با آقای مدیری تمرین می‌کنیم که بداهه هایی که به نظرم میرسه که حالا من خودم مثلا تو هیته کاری خودم به نظرم میرسه قشنگ است و همونا رو توی تمرین ما استفاده میکنیم. بعد اون بداهه ها رو فیکس میکنیم، فیکس که شد بعد توی اجرا همونها میاد. ولی یه وقتی ممکنه حد 1-2% یه چیزهایی یه لحظه توی لحظه بهمون بده که من مثلا حس کنم الان این جواب میده. اتفاقا الان یه ذره سخت‌ترش میکنم، به قول تو داغ‌ترش میکنم صندلی. الان تو بیشتر به دور همی کمک کردی یا دور همی به تو؟ چون میدونی دور همی دچار یه ماجراهایی شد، بعد سروش جمشیدی و گروه جدید اضافه شدن در شرایطی که همه فکر میکردن شاید دور همی خورده جذابیتش از دست بده، ولی یه قیمتی پیدا شد، قیمت پیدا کرد باز دور همی. کدومتون بیشتر کمک کردین الان؟ البته بهتون بگم این دور همی قبل از این که حالا این ساختار عوض بشه ماها اضافه بشیم بیننده خودشو داشت. نمیتونم این یه بده بسون بود. حالا من که خیلی خدا بهم لطف کرد نه اواخر و سر این برنامه مخصوصا، یعنی یه جورایی توپل بغلم کرد، خیلی خوب بغلم. یه جورایی توپل بغلم کرد. آره واقعا بغلم کرد. یعنی من این روزها واقعا این مخصوصا چند ماه اخیر خب بعد این همه سال کار کردن آقای رشیدپور و دیده نشدن خب خیلی قصه می‌خوردی. آره قصه می‌خوردم، انتظاره داشت داغونم می‌کرد. من از مرتضی خودمون که رفیق تو هم هست خیلی در موردت پرسیدم، گفت سروش خیلی زحمت می‌کشید در تئاترهای طنز. بله. و چون دیده نمی‌شد همیشه این قصه تو دلش بود که من دارم زحمت می‌کشم. بله. ولی الان نتیجه حال دل خوب نبود. حال دل خوب نبود. واقعا خوب نبود
ولی چون یه اعتماد به نفسی داشتم، غرور کاذب نبود اسمش، خودم رو باور داشتم، یعنی هیچ وقت توی زندگیم سعی نکردم کلاه سر خودم بذارم، با خودم خیلی رو راست بودم. اگر واقعا یک زمانی به این نتیجه میرسیدم که من این کار نیستم، ادامه نمیدادم، میرفتم کارمند میشدم، میرفتم یه کار دیگه، یه شغل دیگه. اصلا رشته دانشگاهی من برقه، شاید میرفتم رشته خودم. برق؟ آره ولی من فنی نیستم. چه مقطعی؟ کاردانی یا کارشناسی؟ کارشناسی بود، ولی اینقدر علاقه نداشتم، مدرک معادل گرفتم کار. آره من 100 واحد پاس کردم، این 20 خورده‌ای واحد دیگه مونده بود که با مهندس میشدی. آره دیگه ادامه ندادم. ما هم مهندس صدات میکنیم، مهندس. قربونتون شما لطف دارین، چشاتون مهندس میبینه. ولی چیزی که هست اینه که آره من ولی واقعا فنی نبودم، یعنی اون زمانی هم که دانشجو بودم از سال 77 قبلش هم تئاتر کار میکردم، زمان دانشجویی هم تئاتر کار میکردم، یزدم بودم. من دانشگاه آزاد یزد درس میخوندم و رتبه کنکور دانشگاه آزادم هم 9 شد. باریکلا. یعنی جزو خیلی درس خون خیلی هم نبودم، سعی میکردم بیشتر بفهمم، یعنی میفهمیدم. رتبه 9 آره تقریبا شاید 3 هفته واسه کنکور خوندم که بخوام بکوب خوندم که خوب خوندم، ولی خوب درک میکردم. آره ولی رفتم دانشگاه افت کردم چون حالم اصلا خوب نبود، یعنی اصلا فنی نبودم، عذاب میکشیدم تو آزمایشگاه، میرفتم عذاب، نه اینکه نمیفهمیدم، نه ولی اصلا حال دل خوب نبود. یعنی واقعا از اون زمان اون حس این که حال دل باید خوب باشه و من هم خودم اعتقادم اینه ماها یه دفعه اگه قرار هست زندگی کنیم درست زندگی کنیم، اونجوری که حالمون خوبه زندگی کنیم. و الانم اگر 10 بار دیگه هم برگردم به عقب باز همین راهو میرم، بازیگر میشم. ولی شاید این دفعه دیگه مهران مدیر رو پیدا نکنم. آره چه جوری تو رو پیدا کردن یا تو اونا رو پیدا کردی؟ اصلا چه جوری شد؟ واقعیت اینه که من از طریق یکی از دستیارا، من چون کار دستیاری میکردم زمان قبل از، به واسطه اینکه باشم فقط تو فضای کار، خب توی برای کار زمین بازی برام اتفاق خوبی نیفتاده بود. من سریال خروس سعید آقاخانی رو بودم، اتفاق سه شور رو بودی؟ 3 شور که مال بعد است، در حاشیه است. بعد یه مجموعه سریال تعطیلات دوست داشتنی من بود، کار سید وحید حسینی بودم. یه چند تا تلفیلم کار کرده بودم. خود یزد چند سالی من چهره یزد قبل از اینکه اصلا بیام برگردم تهران، من توی یزد چهره بودم، یعنی توی یک استان چهره بودم. ولی خب زمانی یعنی الان یزدی‌ها با دقت بیشتری دارن می‌بینن تو. خیلی اصلا الان توی فضای مجازی هم همشون لطف دارن به من میگن پرچم یزد بردی بالا و فلان از این داستانا. ولی چیزی که هست اینه که آره من این چند سال یزد واقعا خوب داشتم کار می‌کردم و یه شخصیت، یه تیپی رو اونجا کار کردم به اسم آقای پیله. الان مردم یزد منو به اسم آقای پیله میشناسن. چه جوری بود تیپ آقای پیله؟ والا خیلی آدم گیری بود. حرف زدنش یه مدل خاصی داشت، یه لهجه من در آورده بودم واسه این تیپه، یه چیزی ما بین یزد و تهران. خب یه 2-3 جمله بهمون میگی ببینیم چه شکلی بود آقای پیله؟ بله اینجوری بود. برات چه جوری بگم براتون؟ مثلا خیلی گیر بود، مثلا پیله میکرد به یه چیزی ول نمیکرد، اصلا ول نمیکرد، یعنی طرف و کلافه میکرد، اصلا اعصاب طرف رو مخ طرف بود، حالش اصلا یه وضعی بود. خیلی خوب بود. بعد این از مسئولان و اینا انتقاد میکرد آقای پیله؟ همه چی انتقاد میکرد. اتفاقا من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نزدیک 9 ماه ما این برنامه رو روی آنتن داشتیم، 9 ماه مداوم. یعنی ما اصلا قرارمون این بود که 1 ماه بریم برنامه، بعد همینجوری ادامه پیدا کرد و استقبال شد و بعد تیکه کلاماش افتاد سر زبونای مردم، خیلی خوب چیز. و بعد یک پارتی رو ما مسائل و مشکلات شهری رو میگفتیم و خود مردم دوست دارن وقتی مشکلاتشون رو میشنون. خیلی اصلا پیله های اینجوری اونجا مشهورترین تکیه کلام چی بود توی اون آقای پیله؟ میگفت پس میبرم میزنم تو پس مولت. این که شد پارادوکس، ضرب المثل چیز اینا که میگن سپر جلوی ماشین عقب خود چی شد؟ قاطی میکرد میگفت تس یعنی همون چی میگن چک. آره چک همون چک. آره چک. چک دارین امروز نه؟ آره واقعا چک هم داره. چک همون چک، تس یعنی چک، همون میشه تس یزدی میشه چک. پس میبرم یعنی پس میبرم میزنم تو پس مولت. مول یعنی گردن. آره. پس میبرم میزنم پس مولت. آره
اینه که آقا رضامون هم یزدی تایید کرد. درسته. پس میبرم میزنم پس مولد. آره این یه تیکه چی؟ بله زنبور. آره چی اوج؟ بوز. بوز یعنی زنبور. به زنبور میگیم بوز، به بوز چی میگیم؟ یزدی‌ها به زنبور میگن بوز. آره به بوز چی میگم با؟ نه اون بوزه. بوز. آره تلفظش فرق میکنه. آره خلاصه این که این جریانه این که اونجا خیلی اتفاق خوب افتاد برای من، ولی وقتی که برگشتم تهران چون نمیشناختن و اعتماد نمیکردن شاید اصلا از زیر صفر شروع کردم. یعنی چند سالی من درگیر فرم پر کردن و عکس دادن. آره شدید. و دیگه اواخر فرم میدیدم حالم بد میشد. شبا کابوس فرم میدیدم، شبا کابوس عکس میدیدم که دارم عکس میدم بودم. اصلا یه وضعیتی بود. بعد این اعتماد نکردن خیلی آزاردن. انتظار بعد یه جا اصلا ول کردی، گفتی برم سراغ دستیاری و اینا. آره دیگه. نه ببینید باز هم ول اونجوری نبود که مثلا بخوام بی خیالش بشم، ولی میخواستم تو فضا باشم تا اون اتفاق بیفته، چون منتظر بودم، همش انتظار اینو میکشم. یعنی که نه اینکه الان بگم چون این اتفاق افتاده الان دارم این حرفو میزنم، ولی نمیدونم، همش فکر میکردم اتفاق میفته، همش فکر میکردم من تو نوبتم و زنبیل گذاشتم. و سروش اینطوری هست. خیلی از کسایی که من تو کوچه خیابون میبینم میگن آقا ما استعدادمون خیلی عالیه، اصلا صدای خیلی خوب داریم، خیلی خوب میتونیم بازی کنیم. میگم اگه تو این اعتماد به نفس رو داری و مطمئنی که خیلی آدم خاصی هستی، انقدر روزگار میچرخه، ماه میچرخه، خورشید میچرخه، تو زنبیلت میاد جلوی صف. در مورد تو هم همینه، زنبیل بالاخره اومده جلوی صف. خدا میکردم که دیر نوبتم نشه. یعنی دیر هم نوبتت بشه، بالاخره نوبتت میشه. شاید کمتر به درد بخوره ولی بالاخره نوبتت میشه. بله. یه چیز دیگه بپرسم، بعد یه کاری از مهران میخوام برات پخش بکنم که انقدر میگی لطف داره بهت. آره واقعا. قیمت از کجا اومده؟ یعنی چی هستن؟ والا یه دست فروشی رو، این ساختار که عوض شد، قرار شد که یه سری آدم‌های جدید اضافه بشن. قیمت یه دست فروشی قرار شد توی کار اضافه بشه که ما مشابه این کاراکتر رو ما توی عطسه یه آیتم داشتیم که یه آدمی بود که از این آدمایی که سر 4 را سیریش میشن که ماشین بشورن، کارواشیا. آره. یه دونه اینا رو ما کار کردیم، یه آیتم کار کردیم که حالا نمیدونم دیدین یا نه، خیلی هم تو فضای مجازی زیاد. بله دیدم. آره. بله. که پیله میکرد ماشین رو بشوره، بعد میرسید به خود اون آدمه رو میشست و میرفت دیگه. این گفت بعد من صحبتایی که روز اول با مدیری کردیم مبنی بر این کاراکتر جدیدی که میخوان اضافه کنن، گفت این همون آدم است، یه آدم گیریه که فقط میخواد جنسش رو بفروشه، خدماتش رو ارائه بده به هر شکل. ولی خب اونجا دیالوگ نداشت، یعنی بدون کلام کارش رو میکرد که آیتم بود و دیالوگی هم نداشت. اینجا قرار بود حرف بزنه، ارتباط برقرار کنه اینها. خب اومدیم رو تیپ صدایش فکر کردیم، من اینو پیشنهاد دادم و بعد خدمتتون عرض کنم اسم قیمت خود نویسنده ها از روز اول آره طراحی کرده بودن، چون دست فروش بود و دائم در حال با قول ما جنساشو می‌خواست بفروشه، به قیمت فروختن بود. آره اسمشو گذاشتن قیمت و خیلی هم اسم مناسب بود. هم اسم مناسبیه، هم کاراکتر خیلی جذابی شده و میدونم که مردم هم خیلی دوست دارن، هم کار سروش جمشیدی رو و هم انصافا مجموعه دوره همی مجموعه جذابیه. من برای اینکه در این بخش برنامه‌مون یه تنوعی بشه، سروش هم لذت ببره و چند دقیقه هم تنفس بکنه، میخوام یه کاری پخش بکنم از مهران مدیری عزیز. قبلش یک بار پرسش نظرسنجیمون رو میگم. فیلمجموع فیلحال اگر از کیفیت برنامه حالا خورشید رضایت دارید عدد 1 رو، اگر ناراضی هستید عدد 2 رو به 20345 پیامک بکنید. انتهای برنامه امروز به 3 نفر جوایز نفیس از کسایی که شرکت می‌فرمایند تقدیم خواهیم کرد. اما به افتخار بچه‌های طنزنویس کشورمون که برنامه‌های خوب طنز می‌سازن تا حال دل مردم خوب شه، به قول سروش جمشیدی زحمت میکشن با همه مشکلاتی که دارن، خودشون مشکلات خانوادگی، مشکلات شخصی، مشکلات اجتماعی، اما باز میان جلوی دوربین میگم مدیری مدیری گفتن تو قلب منه، خیلی خوب میگه. یه کار از مدیری، خودت بگو مدیری گوش کن اینو که خود آقای مدیری هم گوش میکنه. مدیری
به به این کار زیبا از مهران مدیری، شعر بسیار دلنشین و موسیقی خیلی خوب. الان داشتم پیام‌های مردم رو نگاه می‌کردم سروشان. بله. خیلی‌ها تو رو دوست دارن، یعنی بیش از 93%، چون دقیق من آمارگیری کردم. خیلی‌ها گفتن که سروش فوق‌العاده است. پرسش یکی از هموطن‌هامون این بود که اصلا شما ذاتاً کلاً اولین بار چجوری کشف شدی؟ حالا مهران مدیری به کنار، اصلا کی گفت که شما بیا کار طنز انجام بده؟ یا تا خودت این کارو کردی یا کسی کشفت کرد؟ من میگم قبل از سال 77 تئاتر کار می‌کردم. توی دانشگاه گفت؟ توی دانشگاه. اصلا قبل از اینکه بیام دانشگاه هم تئاتر کار می‌کردم. خب یعنی من اولین باری که رفتم رو صحنه، بابای خدا بیامرزم منو بردن رو صحنه، 6 سالم بود. بابا هم هنرمند بود؟ بابا کار تئاتر می‌کردن ولی خب حرفه‌ای نه، یعنی دلی کار می‌کرد بیشتر، کارش چیز دیگه. ایشون اولین بار منو 6 سالم بود بردن روی صحنه، یکی از کارهایی بود که خودشون بازی می‌کردن، ایشون هم کار کمدی می‌کرد و من نقش پسر بچه 6 ساله رو بازی کردم. کل کارم خندیدم، یعنی چون نقش مقابل من پارتنرم بابا بود و کل کارو خندیدم. اون یادم نمیره. بعد دیگه علاقه بچگی بود، یعنی یه جوری بود که من 8 سالم بود اولین نمایشنامه‌مو نوشتم، 5 دقیقه بود. با خود بچه‌های مدرسه کار کردیم و اجرا بردیم. بعد از اون همینجور کارهای دانش آموزی می‌کردم، علاقه داشتم. راهنمایی، اولین کار تصویریمو کردم، کلاس اول راهنمایی. یه کاری بود به اسم فرشته سلامتی، فیلم داستانی بود که توی مدرسه 13 روز عید رو ضبط کردن. منم انتخاب شدم جزو بچه‌هایی که تو اون فیلم بازی کنم. هنوزم فیلم رو ندیدم. پخش نشده؟ پخش شده توی جشنواره‌ها این ور اون ور، خود من هنوز ندیدم. آره اون زمانی که خب پخش می‌شد اینا که ما سنمون کم بود، کسی هم نیورد، نشونمون هم نداد. الانم که خیلی دوست دارم ببینم، دیگه فیلمه نیست. فیلمه نمیدونم کجاست، چجوری. اولین بارم اون زمان بود. بعد دیگه همینجور کارهای مدرسه‌ای می‌کردم، کارهای دانش آموزی می‌کردم. خود دانشگاه هم که رفتم به خاطر علاقه کار تئاتر دانشجویی کار می‌کردم. توی یکی از همون کارهای دانشجویی بود که یکی از مجری‌ها و تهیه کننده‌های تلویزیونی خود یزد منو دید و دعوت کرد برای یه برنامه ترکیبی سال 77 تلویزیون خود یزد. آذر 77 یادم نمیاد. 77 یزد تلویزیون داشت یا جمعه‌ها؟ آره، همون جمعه‌ها. جمعه‌ها شبکه استانی نبودن. آره. جمعه‌ها پخش شبکه یکو میگرفتن و مراکز میرفتن. مراکز خودشون برنامه میرفتن. اون زمان بود و یه برنامه بود به اسم برنا و من اولین بار اون برنامه جلوی دوربین رفتم. پس اولین بار تلویزیون یزد تو رو کشف میکنه در واقع. میارتت جلوی. که بعد دیگه رفتم رادیو، دیگه همزمان هم رادیو بودم، هم تلویزیون بودم، هم تئاتر بودم. بعد چون محیط کوچیک بود همه جا بودیم. یه بار سروش در واقع در یزد میاد به اوج میرسه، بعد میگه حالا که اینجا وایستادم و شدم سروش جمشیدی برم تهران. میاد تهران و خودش میگه که مجددا منحنیه از صفر که سهل، رفتم از زیر صفر منحنیه رو. آره واقعا، چون کار توی تهران واقعا سخت، یعنی اصلا کار بازیگری سخت. آره آقا اتفاقا و چون که نمیشناختن اعتماد نمیکردن. آقای عزیز، خانم محترم بچه‌شو میاره، مثلا یه جایی هستی میگه آقا بچه من خیلی خوب شکلک در میاره، بیاد بازیگر شه. بازیگری به شکلک به چیزای دیگه هم نیاز. آخه این مورد اینجوری خیلی زیاده و خیلی از من حالا یا تو فضاهای واقعی سوال میکنن یا تو فضاهای مجازی خیلی میپرسن. بچه‌م خوشگله. آره ما مثلا خیلی میگن بامزه‌ایم. ما توی فامیل من نمک جمعم، نمک مهمونیام. بعد الان ما چیکار کنیم که واقعا اینجوری نیست، خود شما بهتر میدونین. هم حالا این اصلا اینجوری نیست. من بارها میگم که شما اول به این برس که میتونی، یعنی این باور رو داشته باش از خودت، با خودت رو راست باش. بعد بسیار سفر باید تا برسی به جایی که از زیر صفر شروع بکنی تازه در تهران. من که تنوعی بدم با یه سری عکس ادامه میدم. سروش این تابلو رو نگاه بکن، یه سری عکس میاد روش. جمله های کوتاه بگو در موردشون، طولانی حرف نزن. ای جانم گل من. واقعا خیلی دوست داشتنیه. و گل تو بین این همه گل من سیامکه. گل منه، همه دوست داشتنی هن. ولی
نه یه گل انتخاب کنی. نه سیامک گل من که سیامکه. گفت که طرف رفت با کتاب همین فروشی. شکل با همین شکله. آره گوش کن، رفت کتاب فروشی، گفت آقا از این کار تبریکا که روش نوشته تو تنها عشق من هستی داریم؟ گفت بله بله. گفت بیزنم 21 از اون کارتا بدید. الان گل من فقط پس بله. سیامکه. آره گل من سیامک هستن توی برنامه، فقط هم به سیامک میگم گل من. و حالا خارج از کار هم واقعا به عنوان یه برادر بزرگتر و دوست خیلی کمکم کرده تو این یکی دو سالی که من حالا با گروه های مدیری آشنا شدم و دارم کار میکنم باهاشون. خیلی کمکم بوده و کنارم بوده، واقعا کنارم بوده. پسر دوست داشتنی بله. سیامک انصاری. بعدی کوتاه بگو در موردش. بعد خدا تا آخر عمرم، عمر کاری، مدیونشم. ولی هر دفعه اینو گفتی یه بغضی اومد تو چشات. ببخشید من خیلی برنامه صبح باید خیلی شاد باشه ولی من خیلی احساساتی ام، خیلی آدم احساساتی ام، ولی اینو با همه وجود بگم تو این سالها نه این همه کار کردم، هم گفتن خوبی ولی هیچکی باورم نکرد، هیچکی بهم میدون نداد. خب ببخشید. خوبه دیگه اونایی که میخندونن یه وقتایی هم اشکشون دیده بشه، خوبه. ولی خیلی دعویشیه، خیلی مرده، نه بحث هندونه است به خدا، نه هیچ چیز دیگه، خیلی مرده و من واقعا مدیونشم تا آخر عمرم. علاوه کاری حالا بعد از این هر اتفاقی بیفته، اصلا شاید دیگه بعد از دوره هم شاید فرصتی هم نشه اصلا با هم کار کنیم، اصلا شاید ایشون نخواد که کار کنیم، ولی واقعا همیشه مدیونشم. من هیچ وقت یادم نمیره، یعنی هیچ وقت سعی میکنم حتی الانش هم گذشتمو یادم نمیره. کسایی که بهم لطف کردن، خوبی کردن، یادم نمیره. کسایی هم که یه وقتایی به خاطری که یه ذره دنیاشون کوچیک بود به من بی‌مهری کردن، اونا هم یادم نمیره. سعی میکنم هیچ وقت یادم نره گذشتم و تا امروز و که بعضی به بعدشم که عوض نشم، همون بمونم. حالا شاید شرایط کاریم عوض میشه، شاید موقعیتم عوض میشه، ولی خود سروش جمشیدی دوست ندارم عوض بشه، هیچ دوست ندارم عوض بشه. اون نرمندی که صادقانه جلوی مردمش اشک بریزه نشان قلب صافشه و مهر اصیلی که در دلش هست. بچه شهرستان اغلب اینطوری، یعنی انقدر قلب پاکی دارن، انقدر با دل صاف میان کار میکنن که جلوی مردمشون هم خیلی راحت اشک میریزن. میگن اینطوریه. دم سروش گرم که انقدر صادقانه فیلم بازی نکرد برامون، صادقانه اون لحظه حسش هرچی بود رو به ما گفت. به قول خودش دم مهران هم گرم که به جوانها اعتماد کرده. برای هر دو نفرشون دست میزنیم از فضای قصه دور بشیم. تو عالی هستی پسر، باید قدر تو بدونن، تو بی‌نظیری. کی میتونست مثل تو این همه دوره همی رو بین مردم جا بندازه، بین خانواده؟ قدر خودتو بدون پسر گل. بعدی ای جان گشتی میدونین دوستش داری. این خانم آقای وحید جلیلوند، همکار وحید جلیلوند سابق عزیز من، الان کارگردانی میکنه. 20 خیلی دوستش دارم، خیلی هم دلتنگشم، خیلی دلتنگشم. چرا انقدر دوست داری وحیدو؟ خیلی دوستش دارم. آخه اونم توی زمانی برهه‌ای که من واقعا تو شرایط بد کاری بودم و انتظار میکشیدم، من تو دفترشون تدوین میکردی؟ آره تدوین یاد گرفتم. پس تو تدوین هم بلدی؟ آره 6 ماهی یه سالی درگیر تدوین بودم. آره زنده باشی. وحید جلیلوند، کارگردان خوب سینما. بعدی آره. امروز اینم یه چالش دیگه بود. من گفتم به هر حال میدونستم برنامه شما چالشی، حالا یه چالش دیگه. خیلی دلم تنگه. خوبی خود
به هر حال شما برنامه‌تون چالشیه دیگه، نه؟ حالا اون وری نیست این وریه. پدر دلم میخواد فقط یه روز دیگه بود، یه روز دیگه. خیلی دلم تنگه، خیلی وقت هواش سرد. ببخشید من حال دلم خوبم ولی چون برنامه صبحه باید همه توقع داشتن یه برنامه شاد ببینن. تو رو خدا دستم دلتون نگیره. من این قطره اشک‌ها برای پدر رو با یک دنیا عوض نمی کنم، با یک دنیا. این قطره اشک‌ها رو کسایی ببینن که پدرشون هست قدرشو نمیدونن. واقعا چون هیچ کی و هیچ چی جاشون رو نمیگیره. پدر مادر هیچ کی و هیچ چی جاشون رو نمیگیره. یعنی ما دوست، رفیق، آدمای دیگه، عزیزای دیگه، همه رو میتونیم کسای دیگه جایگزینشون کنیم. پدر و مادر هیچ وقت تکرار نمیشن. هیچ وقت و هیچ کی جاشون رو نمیگیره. ولی الان یه اتفاق خوب میتونی رقم بزنی. میلیون ها نفر دارن تلویزیون میبینن، ما هم داخل استودیو، هممون برای شادی روح پدرهای از دست رفته، به ویژه امروز پدر سروش جمشیدی عزیز رو سهیم میکنیم. خدا بیامرزه همشون رو، شفاعت بکنن، اهل بیت علیهم السلام جاشون بهشت آرامش باشه. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه حمد سوره هم بخونیم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا بیامرزه همه پدرها مادرهای از دست رفته رو، مخصوصا پدر سروش رو میلیونی براش فاتحه خریدی ها. خدا رضا همه رفتگانو بیامرزه. خدا بیامرزه همه رفتگان. بعدی نمکه دیگه، گوله نمکه. گوله نمک. اینجا سر برنامه حالا خورشید اومده بود مهربان. گوله نمک. بعدی آقای رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور. بعدی وطنم پاره تنم. چی کار برای پرچم حاضری بکنیم؟ شعاری هم نگو ها. آوی میروم خود. واقعا برای پرچم حاضری چی کار کنیم؟ خب پرچم که سمبل وطنمونه. من یه چیزی بگم، من شاید خیلی شرایط تو این چند سال گذشته برام پیش اومد که واقعیت مهاجرت کنم، ولی واقعا هیچ جوری نتونستم دلم رو راضی کنم. گفتم من اگر که قرار هست اتفاقی برام بیفته اینجا میفته، خودم هم دوست دارم اینجا بیفته. اینم نه شعاریه نه هیچی، چون حداقل اینجا جاییه که بهش تعلق داریم، حالمون خوبه، باز حداقل همدیگه رو درک میکنیم تو هر شرایطی و هنوز یه مقدار عاطفه مونده، یه ذره مردونگی مونده و همین حمایت هایی که میکنن مردم و این دلگرمی ها مطمئنن اگر جای دیگه بود اتفاق نمیافتاد. یعنی الان اینجا این اتفاق افتاد، این جایی که الان مردم اینجوری انرژی میدن به ما، اینجوری دوستمون دارن و اینکه آدم سالها تحمل بکنه این سختی ها رو بپذیره، بگه در وطن خیلی جاها رسیدیم. خیلی وقتا بود که دیگه اینقدر بریده بودم و خسته بودم که شاید شرایط علاوه روحی هم آمادگیشو داشتم که برم به هوای اینکه یه اتفاق خوب بیفته یه جای دیگه، ولی چیزی که هست این که نه. سروش جمشیدی اینجا قیمتی است. شاید جاهای دیگه دنیا واقعا هیچ وقت نتونستم خودم راضی کنم. آفرین به تو. یعنی آفرین. نتونستم. اصلا بحث شعار دادنم نیست. میدونم. الان صادقانه میگم خانواده خود من خیلی راغب بودن که بریم،
و خیلی حتی شاید سر این جریان بحث کردیم، ولی گفتم نه، من اگر قرار هست اتفاق برام بیفته همینجا تو همین مملکت میفته. آره. و از این به بعد سپهر چی گفتی به من؟ ممنونم از سردبیر برنامه‌مون که این مجموعه ای از برخی پلان‌های معروف، سکانس‌های معروف پدر در سینمای ایران، تلویزیون ایران رو برامون پخش کردم به پیوند حرفای بارانی که سروش جمشیدی در مورد پدرش زد. در واقع حرف نزد، فقط ما باران چشماشو دیدیم و خودش یک دنیا حرف توش بود. خیلی ممنونم ما رو نگاه میکنید. حالا که دارید نگاهمون میکنید یه زحمتی هم بکشید دیگه، در نظرسنجی کیفیت برنامه شرکت بکنید. اگر از کیفیت برنامه ما راضی هستین یه دقیقه بلند شم. سروش جان ببخشید این سوال نظرسنجیمون رو یک بار عرض بکنم چون 20 دقیقه پایانی مونه برای شرکت کردن. آیا از کیفیت برنامه حالا خورشید راضی هستید؟ اگر راضی هستید بله عدد 1 رو فقط عدد ارسال بفرمایید، عدد 1 رو. اگر کیفیت برنامه‌مون رو دوست ندارید عدد 2 رو. 20345 از همه کسایی که الان حواسشون به منه خواهش میکنم شرکت بکنن، ما بتونیم جامعه آماری بالاتری برای کیفیت برنامه، ارزیابی کیفیت برنامه به دست بیاریم. تا الان که نگاه میکردم حدود 150,000 نفر شرکت کرده بودن در نظرسنجیمون. خواهش میکنم شما که پای تلویزیون هستید کمک کنید. 20345 1 بلی راضی هستم، 2 خیر راضی نیستم. تأثیر مستقیم خواهد گذاشت در ادامه دادن برنامه حالا خورشید یا متوقف کردنش. سروش جان خیلی از مردم در پیام هاشون به خودت هم نشون دادم، گفتن که سروش بگه گل من، سروش بگه مدیری، نمیدونم این حرفا. من چون مهمانمه نمیتونم همچین چیزی ازش بخوام. 1 دقیقه بهش فرصت تریبون آزاد با مردم میدم، خودش هر کاری دوست داشت، هر حرفی که دوست داشت بزنه با مردم با هم دیگه گوش میکنه. بفرمایید. خیلی ممنون. اونا رو که اجازه بدین خود قیمت بگه. منم اینجوری دوست دارم. آره با همون لباس و با اون گیریم و با اون وضعیتش با اون حالش با اون و اون دمپاییاش. آره و اون شلوار کوتاه، آره خیلی ویژگی داره، آپشناش زیاده. سروش حالا این یه دقیقه رو قبل اینکه بگی بله. آقا بعضی وقتا یه چیزایی میگین شما، من میگم اینا رو چجوری دارن پخشش میکنن؟ خیلی حرفای تندی میزنی، اینا رو یواشکی داریم پخشش میکنی. نه او چرا یواش مگه میشه؟ بعضی داریم. آره دمشون گرم بچهای شبکه نسیم دارن پخشش میکنن، دارن حال میدن. آره نه حالا نمیدونم، ولی حالا البته خب بالاخره ما که سعیمون این هست که اتفاقا تا اونجایی که بشه در اون چارچوب، نه چارچوب که درست است، ولی خب یه سری موردایی هست که خب ممکنه که حالا برای بعضیا سوال باشه که اصلا آره چه اینا. من عاشق اون روزی هم که زنبور شده بودیم. آره اونم یکی از قسمت‌هایی بود که جذاب. ببخشید میگفتی یه نه خواهش میکنم. من اولا که ببخشید صبح بود، اول صبح همه دوست داشتیم یه انرژی خوب بگیریم. بعد از منی که خب کار طنز میکنم و کمدی، مردم منو به عنوان یک کمدین شناختن. دوست دارن که همیشه دوست دارن که ما رو خندون ببینن، همیشه دوست دارن ما رو بامزه ببینن. چون اینو که میگم جدا میگم، من خیلی وقتا میرم زندگی روزمره خودم، میرم یه جایی، ولی خب ماها تو زندگی روزمره خودمون قرار نیست مثل جلوی دوربین باشیم دیگه. ممکنه عصبی باشیم، غمگین باشیم، ممکنه عصبی باشیم، غمگین باشیم، حالمون بد باشه، همین داستانا. ولی مردم چون توقع دارن ما رو همیشه خوشحال ببینن، همیشه مثلا نیشمون باز باشه فلان، اینه که وقتی ما اونجوری میبینم خودشو گرفته. نه چه بامزه نیستی شما، چرا شما اینجوری الان بامزه نیستی؟ خیلی برام جالب میگه بابا ما هم گرفتاری داریم، ما هم مشکلات داریم. و واقعا این زندگی ماها مساق اون حرفی هست که میگم اونی که میخنده یه درد داره، اونی که میخندونه 1000 تا درد داره. واقعا همین جوریه. حالا خدا کنه که همه دوستان همکاران من
حالا چه اونایی که کمدینن، چه میخندونن، چه کارهای جدی میکنن، همشون حالشون خوب باشه واقعا و مشکلاتشون کم باشه، غم و غصه هاشون نمیگم اصلا نباشه، هست، زندگی. مرد را دردی اگر باشد خوش است. بله، ولی واقعا ان شاءالله که کم باشه. من بازم عذر میخوام اگر فضای برنامه به یه سمت و سوی رفت که یه ذره غم و غصه و بارونی بود به قول شما، ولی الان حال دلم خوبه. امیدوارم حال دل شما هم خوب باشه. اگه کاری میکنیم یه ذره یه کوچولو میخوایم حال دلتون خوب باشه. و اینکه من خیلی ممنونتونم، خیلی ممنونم از همتون، چه اونایی که دوستم دارین چه اونایی که دوستم ندارین. و اینکه توی فضای مجازی تو فضای واقعی واقعا حمایتم میکنین، همه جوره حمایتم کردین، همه جوره بهم انرژی مثبت دادین. من همه پیاماتون رو میخونم، همتونم دوست دارم. اگه نمیتونم جوابگوی همه باشم ببخشید، زیاده، ما باید کل زندگیمون رو تعطیل کنیم، فقط جواب بدیم، بازم وقت کم میاد. ولی چیزی که هست اینه که از همینجا میگم دست همتون رو میبوسم. شما هستین، ممنونتونم که هستین و دل ما به بودن شما گرمه. اگه کاری میکنیم واسه اینه که شماها دوست داشته باشین و حال دلتون خوب بشه. و یه چیزی، اگه یه وقتایی شرایط کاری ما به هر دلیلی شاید فراهم نباشه که اون کاری که از ما میخواین، از من سروش جمشیدی میخواین، از دوستان دیگه میخواین ببینین یا اون توقعتون برآورده نمیشه، ممکنه کاری نباشه، ممکنه من بی پول شده باشم یه کاری رو قبول کنم که حال خودم هم خوب نباشه، ولی مجبوریم بریم کار کنیم چون کار ما این زندگیمون. سعیمون این هست که کاری رو انجام بدیم که حال خودمون هم خوبه و مطمئناً به واسطش حال مردم هم خوبه. ولی یه وقتی مجبوریم آقای رئیس. اگه نشد هم مردم بدونن که ما یه وقتایی خودمون هم از کاری که میکنیم راضی نیستیم ولی مجبوریم. مشکلات اقتصادی هست. سعی میکنیم که طوری پیش بره و از خدا من خودم خیلی خواستم که واقعا توی شرایطی منو قرار بده، درگیر کارهایی بشم که هم خودم حالم خوبه، هم دوست دارم، هم میتونم واقعا همه وجودمو بذارم برای این کار که مردمم دوست داشته باشه. ولی اگه یه وقتایی نشد ببخشید، ما دست ما نیست. برم از طرف بیننده هایی که تو شادشون میکنی، با تو لبخند میزنن، به قول تو حال دلشون خوب میشه، ازت تشکر میکنم. حتما آینده خیلی درخشانی داری برای اینکه فوق العاده هنرمند هستی. خواهش میکنم همکارانم سروش جمشیدی عزیز رو تشویق بکنن، یه هدیه ناقابل ما تقدیم سروش عزیز میکنین، تشویقش بکنید بی زحمت. خیلی مبارکت باشه. لطف کردی سروش عزیز.